تو هر خانواده ای دیدی رابطه خواهر برادرها با هم خوب نیست، همیشه با هم قهرن، یا اگه همدیگه رو میبینن با هم دعوا میکنن میجنگن. بدون بزرگتر خانواده بزرگتر نیست، بدون بزرگتر خانواده بین اونا فرق میذاره. بدون یکی رو بزرگ میکنه، غرورش رو زیاد میکنه، جلوی زن و بچهش، جلوی شوهرش سر بلند میکنه، اما یکی رو خورد میکنه. بدون از یکی تو تمام سختی ها و مشکلات حمایت میکنه، یکی رو نابود میکنه. بدون وقتی با هم قهرن این بزرگتر جای اینکه بزرگتری بکنه، جای اینکه این دوتا رو به هم وصل بکنه، حرف جابجا میکنه. اگه بزرگتر خانواده بزرگ باشه و بزرگ رفتار بکنه، هیچ وقت بچه ها رابطه‌شون با هم خراب نمیشه.